السلام علیکم هموطنان و همشهرهای عزیز، همتون ناز و درستی مردم نشده گشتامه. اینجا مسجدی دیه سرخ شهر ایسفره سی شنبه بازار دیه سرخ کتی دیه ولش یکتا. این مسجد به حاجت خانه حاضر زمانه باب کر ساختیان. همین ساختگی ها با رحمت سهم گذار شدگی ها هم هزار رحمت. سه‌شنبه بازاری دهه‌ای سرخ به از تمام جمهوری تاجیکستان مهمانان بیان خرید و فروش و از برای همین از ما خواهش کردند که از همه آنهایی که حاجتخانه مسجد استفاده میبرند خواهش کرده می شود که به تازگی رعایت کنند. تازگی یکی از شاخه‌های ایمان است. تازگی گرو سلامتی است. از برای همین از همه شما خواهش کرده می شود که به تازگی رعایت کنید.